قیمت از این موتر $19,000 است، 18,000، 17,000، 16,000، 15,000، $14,500. زیبایی خاص و یک جذابیت خاص خود در شب و روزی موتر داره و گپ بسیار مهمه که آیبرد است. یک موتر که دیگه داریم 2010 که موتر بالله مانده بودیم، هموطنای ما زیاد خواستن. موتر 2010 پله 2 منفی 6 قیمتش $5,000 و ایره بالله میگذارم 2700، 600، 500، 400، 300، 200، $2,200. اینی را میگن موتر 2007 تبدار اسکلاس پلید منفی 5 قیمت $6,000، 7,000، 6,500، 6,000، 5,500، 5,000، $4,500. بلیلا میشه دوستای عزیز 2011 $4,500. سلام بیننده های عزیز، امیدوار هستم خوب و خوش سر حال باشید. امروز رفتیم برای نمایشگاه موتر آجی سخا، برای شما تخفیف گرفتیم. ببینیم که چقدر برای شما تخفیف گرفتیم. باز هم خوش آمدید بیننده های عزیز. قسمی که بر شما گفته بودم فعلا در کنار آجی سخا نشستیم. شما خودتان با شهرت و اسم آجی سخا آشنا هستین. باز هم میخواهیم که از آجی سخا بخواهیم که خدا معرفی کنن و چند سوال شخصی میخواهیم ازشون بپرسیم. با ما باشید بیننده های عزیز. سلام علیکم آجی سخا. علیکم سلام. خوب هستی؟ شکر زنده باشید. جان جو خوش آمدید. خوش باشین آجی سخا. میشه خدا به بیننده های ما یک بار معرفی کنیم؟ اسم این آجی سخا است. در سال 1349 در کابل پیدا شد و تحصیلات ما در دو بخش. اول مستری داریم در فقه و مستری دیگه داریم در حقوق علوم سیاسی و در کابل دو نوع شغل که یکی شغل هدفمند دائمی است، یکی شغل موقت مجبوری. این دو شغل چی هست؟ شغل هدفمند دائمی است که انسان بر مبنای حضور یک هدف می داشته باشد، تحصیل میکنه، مبارزه میکنه، درس میکنه، کار میکنه، به اصطلاح یامیانه دود چراغ میبره. به سابقا برقی گکا نبود که تحصیل بکنه تا برسد به ما هدف که من الحمدلله رسیدم. عامل سطحانی کابل بودیم، در بخش که تحصیل کرده بودیم عامل سطحانی ولسوالی 4 آسیاب بودیم، دکتر کلینیک 4 آسیاب بودیم، عامل سطحانی کابل بودیم و بعدا هم که در همون وقتی که من وظیفه انجام میدادم زیاد دوست داشتم که حقوق علوم سیاسی را بخونم. باز در اون بخشم من حقوق علوم سیاسی را خواندم، در اون هم لیسانس گرفتم، بعد از لیسانس ماستری گرفتم. الحمدلله در دو بخش من ماستری دارم و یک بخش دیگه که دوستا باید بفهمن شغل موقت مجبوری بود که من به اصطلاح پدرم شرکت داشت و در شرکت همراه از او بعض وقتا بیکار می بودم، همکاری میکردم. با مرور زمان، با گذشت زمان، بعد از این که مشکلات پیدا شد و نتونستیم وظیفه انجام بدیم، باز همون شرکت پدر که فعال بود الحمدلله تقریبا 40 سال میشه شرکت سخا واردات موتر داره از کانادا و امریکا و جرمنی. من همون شرکت پیش بردم بعد از وفات پدرم دیگه. حالا فعلا نمایشگاه سخا که یکی از وارد کننده موترهای ژاپنی در افغانستان است، همون را بسیار خوب. بسیار نمایشگاه موتر سخا از 40 سال پیش شروع به کار کرده بود و تا حالا هم ادامه دارم. آجی صاحب، چی دلیل است وقتی که شما موترهای که بسیار با قیمت بالا شما را اعلام می‌ذارید؟ عزیز بیادر، یک موضوع است. اگر ما هر کار را میکنیم بسیار معیاری و به نفع مردم باشد، یک کار باشه فوق‌العاده، یک کار باشه که تکرار نشده باشه، این یک کار نو با پذیرفتن هموطنان مواجه میشه.
ما کار کردیم که ما شرکت ما تقریبا 40 سال میشه که امی قبلگاه خود امی کار میکردیم، اما ما یک فکر کردیم که ما باید کار بکنیم که در افغانستان نو باشه. ما وقتی موترهای ژاپنی را وارد کردیم، خاص این موترها را از تخفیف از تاوان لیلام بکنیم تا باشه بازار را به دست بگیریم. وقتی که بازار را به دست گرفتیم انشالله خدا مهربان است کار. اما قسم شد تاجیس شما تمام بازار موتر فروش فعلا به دست خود دارید. برخلاف دیگه سوال عزیز، ما شنیدیم که شما از جوانی علاقه به دو موتر دارید، یکی بنز هست و یکی هم مرسدس. جان دادم. در این خب در این برنامه ما یک معذرت میخوایم بسیار از بینندگان عزیز. اما یک گپ یادم رفت که سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، کسایی که ما را در داخل افغانستان و بیرون افغانستان میبینند. حتی برنامه را وقتی که دوستان میبینند اگه کم شاق باشه، کم آدم شوخی بکنه، این برنامه پذیرفتنی میباشه. و اگه آدم بسیار جدی، سیاسی، کشانی‌طور گپ زد داره کس دوست نداره. مردم افغانستان خسته است از این گپا. ما در تمام برنامه این کوشش کردیم که با هموطنان قسم گپ بزنیم، مثل که روبرین باشه با یک دوست بسیار زمینی گپ بزنیم. اما قسم مصاحبه داشتیم، اما قسم بیلام داشتیم و ایره. الحمدلله خدا سپاسگزار هستم که در قلب هموطنان جای گرفته و از کسایی که کامنت‌های منفی نگذارن، دید منفی دارن. ما برشان یک چیز میگم که ما کار تجارتی داریم. ما تبلیغات یک بخش کار ماست. ما وقت سرمایه گذاری کردیم ما میخواهیم که تبلیغات بکنیم به خاطر ازی است که تجارت خود توسعه بدیم. کسایی که علاقه دارن در بخش موتر، در بازار موتر، در فروش موتر، در خرید و فروش موتر، در لیلام یا قسم کس علاقه دارن تو برنامه را ببینن و در غیر اینکه که تعامل نمیکنن لطفاً برنامه را یک نبینن و کامنت منفی هم نتن. ما کوشش کردیم برنامه را شاد نگاه بکنیم که پذیرفتنی باشه برنامه. بله، ما هم که از وقت آمدیم با وجود صحبت میکنیم، بسیار با یک اخلاق نیکوام ما بحث کردن. ما بسیار خوش هستیم و از شما بیننده ها خواهش میکنیم که گفتی حاجی صاحب اگر خودتان ویدیو را نمیبینین و اصلا نبینین، بعد از اینکه ویدیو را دیدین لطفاً کامنت‌های منفی ندین تا باشد که دیگر تجارتی که در افغانستان هستن بتونن رشد کنن، بتونن افغانستان را دوباره بازسازی کنن، چون افغانستان یک کشور جنگ زده است. دیگه حاجی صاحب خب خدا موتر را امروز به ایران گذاشتیم. عزیزی برادر، ما یک موضوع خدمت هموطنان برف میرسانم که دوستای ما ژورنالیستا جوان هستن که حیثیت برادرزاده و خواهرزاده و اولاد مرا دارن. وقتی اینا میاین در نمایشگاه خواهش میکنن که حاجی صاحب یک برنامه ثبت میکنیم، ما هیچ وقت میده نکردیم قلب یک جوانه که بگویم والا نمیشه برنامه نمیکنم ثبت. نه، این وقتی که دوستان به سر دیگه همراهشان برنامه ثبت میکنم و یک معذرت میخوایم که موترها اگر تکراری است و اگر در برنامه دیگه دوستان دیدن چون اینا مراجعه میکنن، ما مجبور هستم که همون موترهای چیزی که داریم برگ ثبت سوفی درویش به خاطر که برنامه از اینا ثبت شود و چیز که بعضی دوستان میگن که همین موترها تکراری است. تکراری دارید ما موترهایی که وارد میکنیم همون موترهایی است که در افغانستان هست. یک موتر ما موترهای بسیار نو وارد کردیم، موترهای بسیار خوب وارد کردیم، اما بعضی دوستان من کامنتار را میخوانم به خاطر از اینکه اگر خوب بود او برای من انرژی مثبت میشه و اگر کامنت‌های منفی بود کوشش میکنیم. یک دوست ما گفته بود که حاجی صاحب چرا موترهای دست ژاپن وارد میکنیم؟ گفت که تو تبلیغ پاکستان میگیم. من برش نوشته کردم که پاکستان کی است، چی است، کجا است که نه تبلیغ کنیم. ما یک افغان هستم با افتخار
به خود می نازم، به وطن خود می نازم، به مردم خود می نازم، به تاریخ با افتخار خود می نازم، به طالب خود می نازم، به مجاهد خود می نازم، به گذشته های خود می نازم، به تاریخ 5000 ساله خود می نازم. هیچ وقت افغانستان مزدور نشده، هیچ وقت نه طالبش مزدور است، نه مجاهدش مزدور است، نه همون کمونیستش هم که دکتر نجیب بود هم مزدور نبود. افغان همیشه غیرت داره، در شیر مادرش غیرت است و هیچ وقت مزدور شده نمیکنه. ما تبلیغ پاکستان نکردیم، تبلیغ موترهای دست پاکستان نکردیم. موترهایی را که ما وارد کردیم یک بخش کار تجارتی است، از ژاپن وارد کردیم. موترهای دست ژاپن است، با ژاپنیا قرارداد دارم. موترهای از اونا را بسیار به ارزان، موترهایی که در ژاپن وقتی که موترهای 2022 2023 2021 گپا میکنه، این موترها را ارزان اونا میفروشن سر همون شرکت هایی که موتر میگیرن. من از همون شرکت هایی که اینا موترها را میتن، من با قرارداد با ما دارم، موتر میگیرم میارم داخل افغانستان و خوشبختانه که در قسمت محصولش یک محصول بسیار ناچیزه که ما از رئیس شورای عالی اقتصادی، از وزیر تجارت، وزیر مالیه، رئیس ترافیک، وزیر داخله تشکر و قدردانی میکنم که به خاطر هموطنا محصول در نظر نگرفتن. یک محصول ناچیزی که برای 3 سال پلیت جواسای رسیده در نظر گرفتن. ما پلیت جواسای گرفتیم، استیکر گرفتیم با موترهای خود و موترها را بسیار ارزان. شما باور بکنید $57 مفاد موتر برای هموطنان خود فروش هستند. مثل تجارهای دیگه، مثل شرکت‌های دیگه نکردیم که در موتر $1000 $2000 $3000 مفاد بگیرن. نه، $57 هم ما مفاد موتر فروختیم برای هموطنان اعلام کردیم. اگر تجار ما، اگر شرکت‌های ما، اگر نانوای ما، اگر مستری ما، اگر مدیر ما، اگر رئیس ما، اگر هر کسی که در این وطن است صادقانه کار بکنه، خدا را مد نظر بگیره، انصاف را مد نظر بگیره و این کار خدا معیاری انجام بده، وطن جور میشه. مردم در هر بخشی که کار میکنیم ما باید اما تاپ کار بکنیم. دیگه ما دیگه ندارم، بریم موترها با معرفی بشیم. بریم بینیم ده های عزیز تا موترها بینیم. خب در قدم اول دوستای عزیز، موتر اولی را که ما به معرفی میگیرم موتر مارکس است که مارکس امروز موتر است که در افغانستان طرفدارای زیاد داره. مخصوصا جوانا بیشتر. مخصوصا جوانا موترهای مارکس زیاد دوست دارن. موتر مارکس است 2008 تبدار رنگ نقره‌ای که موتر کلیدش در جیبتان باشه تاج است دیگه نیاز نیست که کلید شما در قلب کردین که دروازه را باز بکنید. و موتر ما که دوست ما داخلش سیاه است، سیتای برقی است، فینگر استارت است. تمام مواردی که در موتر است از قبیل ساوند سیستم، تلفن، تمامش از اشترینگ کنترل میشه. اوتو پارک داره، وقتی که شما میخواین یک جای موتر پارک بکنید محل انتخاب میکنید. خود موتر بدون که شما اشترینگ و یا اکسلراتور و بریک گپا را شما کار بگیرید، موتر خود پارک میکنه. ترکاف داره که موتر اگر میخواین که جایی که اکسلراتور میتین گپا استفاده میشه از او. و موتر ماشین 6 سیلندر است، گیربکسش هم گیر است هم اتومات و شیشای موتر برقی است، خود موتر برقی است، سیتای موتر برقی است، فول ایر کندیشن، فول آپشن و تبدار است که در مارکس تبدار کم است، استیکر کابل است و ویلکپای شمشیری و موتر بسیار مقبول. قیمتش $6500. امیدوار هستیم که یک معلومات کافی داده باشم و بعض دوستا کمک میکنن که آجی صاحب تو معلومات کامل بده. این معلوماتی که ایجاب میکنه، این معلومات ما دادم. اگر ما بگیریم که قدرت پشتن از یه طور است، قدرت ماشین از یه، قدرت گیربکس از یه، قدرت چی، این باز از حوصله هموطنا بیرون میشه که یک موتر ما معرفی بکنیم. بیاین که موترهای دیگر را به معرفی بگیریم. بیاین ده های عزیز تا موترهای دیگر. موتر دیگه ما موتر پرس است.
پرس 2011 رنگ سیاه، موتر آیورد است تا سرعت 60 از برق استفاده میکنه و بعد از 60 از تیل. بین بینده های عزیز موتر رو ببینیم حسیسی بیادر موتر برقی است، آیورد است، فنگر است. وقتی که روشنش میکنیم بله وقتی روشنش میکنیم دیگه شما تو چیز نمیکنین، نمیفهمیم که موتر روشن است یا خاموش. بسیار اینمی لحظه که هیچ صدای نداره و بیننده هیچ صدایی را احساس نکردن، موتر روشن شد و شما این میبینیم که موتر از بطری خود موتر چارج میشه، موتر روشن شد و موتر هیچ صدای نداره. یک لیور بسیار مقبول و ساوند سیستم و تمام گپایش از اشترینگ داره میشه. یک ایر کندیشن بسیار عالی و فینگر استارت است، سیستمش برقی است. ماشینش تا سرعت 60 از برق استفاده میکنه و بعد از 60 باز از تیل استفاده میکنه و در قسمت تیل هم باز ایکومود داره. یعنی بیاین شما این تکمه را بگیرید، پاور مود و ایکو مود که وقتی از این سیستم شما استفاده میکنین دیگه موتر از تیل هم مصرفش جلوگیری میکنه از مصرف زیاد. یک لیور بسیار عالی اینه که شما میبینین آر، درایو و میتال و وقتی که استاپ میکنین صرف تکمه پاور را میزنین موتر پارک میشه و موتر شیشه عقبش توسط سویچ عیار میشه. یک ساوند سیستم بسیار عالی داره که اینجا ما برای شما این وقتی که روشن میکنین دیگه تو به اصطلاح یختون میزنه و بسیار چابک است، بسیار چست است، بسیار زود سرعت میگیره دیگه. ماشینش هم میبینیم موتر تایرای 16 کپای 16 از کمپانی و هایبرد موتر یک انجین بسیار نو آب انتریز کمپانیش و موتر اشترینگش پاور و اینا شما فکر میکنین موتر خاموش نیست این فعلا در تیل است، در برق است که شما فکر میکنین امیال خاموش شده اما این خاموش نیست، در برق است، روشن است. امیال وقتی که شما من خاطره بسیار جالب دارم این موتر وقتی که اینمی قسم چی شد امی کسی که این جمرای مکان میکنه در جان فکر کرد که موتر خاموش است، یک دیگه انداخت که رفت یک موتر زد که پس لیوارش که دو تا موتر دیگر زد اون اومد ادای جان بیا وقتی دو تا موتر دیگر زد گفتم ادای چرا پیشوی یک موتر زدی پشتر دو موتر زدی و یک موتر هم است. سردار نظری بود، سردار نظری اما کسی که در نقطه جوش کار میکرد. بله بفاجیس وقتی که موتر خاموش حرام شد من فکر کردم گل است که دگیر انداختم که استاد شد مثل موترهای دیگه یک فیشتر زد. وقتی من خواستم که از لیواز پس بیایم در لیواز دو تا موتر دیگه زد. موتر بسیار زود سرعت میگیره، موتر بسیار زود ایر کندیشن بسیار خوب داره، یک تکنیک بسیار عالی که بیتی های از هموطنای ما در قسمت بیتی از این موترها و تشویش است که بیتی از این موترها یافت میشه یا نمیشه و شما این هموطنا میبینن که هیچ آواز نداره این موتر. یعنی شما تصویر بگیرید که موتر با اینمی که اینمیال هیچ آواز نداره. اینه درست است؟ بله موتر روشن است و این هم لیواز که موتر خاموش میکنیم. موتر یک تکنیک بسیار عالی، آواز نداره. از لحاظ ویسه که ما قبلا براتون گفتم که من در بخش تپ یک کمی 4 روز درس خواندیم. از لحاظ افسسه، از لحاظ
آلودگی هوا بسیار مفید است، چون هیچ کثافت نداره، دود نداره، حواز نداره، کم حوارز است و از لحاظ بطریش گفتم قبلا هم برای متنا گفتم که از لحاظ بطریش هم متنا به تشویش است. ما بطری از این موترها را به مقدار کافی وارد کردیم و قیمت یک بطری در بازار شاید 3,500 باشه، اما ما به 2,000 افغانی یک دانه بطری را به متنا هر قدر کاشت کار داشته باشد ما به 10 سال ضمانت، یک بطری ما 10 سال ضمانت داره به فروش میرسد. خب از این موتر انشالله قیمت از این موتر $5,500 با استیکر و اسناد کابل. موتر بسیار نو که هیچ نچلیده، ویلکپ، موتر سیت سویچ بورد سفید و برقی. موتر برقی است. خب میایم در موتر دیگه. موتر دیگری که به معرفی میگیرم، زیباترین موتر، با آپشنترین موتر، لوکسترین موتر که در مدل خود نظیر نداره. بسیار ما از این موترها چون فصل زمستان آمده، ما موترهای فیلدر وارد کردیم. فیلدرها هم از اون فیلدرهای وارد کردیم که دوستان ما خصوصا مجاهدین موترهای فیلدر از زیاد دوست دارن. بله زیاد فیلدر میدونن، زیاد فیلدر استفاده میکنن. ما فیلدرهای مدل جدید وارد کردیم. مثلا این فیلدر ما که نظیرش فکر کنم کم است. بله. نه چالش میتیم و نه میگیم نیست، کم است. GWXB یکی WXB است. شما بیاین که ما امور کش از اون طرف بیاین، از اون طرف بیاین. اتباع آجی تو اتباع اون طرف بیاین. بین های عزیز این مارک از این موتر GWXB است. یکی WXB است، یکی GWXB. GWXB با آپشن ترین و زیباترین موتر در فیلدر است. فیلدر مدلش سیتایش چپا لیدر از اون نوع لیدر است که وقتی که در موتر لیدر سیت شما استفاده میکنیم، عرق میکنیم. در زمستان سرد است و در تابستان حرق میکنه. این موتر ما چپا لیدر است. چپا لیدر در این موقع که زمستان گرم است و تابستان حرق نمیکنه و سیتا گرم کن سرد کن. یک دیگه که این موتر داره چت سیاه بغال در موتر، چت سیاه نه چت سیاه، سیت سیاه، فرش سیاه، قطعه سیاه و گیربکسش گیر اتومات و گپی که بالاترین گپی که در این موتر است کمک برقی داره. مثل لندکروزر و مثل فورونر و اینا شما اگه میخواین یک قله بلند با این موتر سفر بکنین، همین کمک از این استفاده میکنین. موتر مثل لندکروزر و بالاترین قله میره و گپی که فول اسکرین، فول ایر کندیشن، فینگر استارت و تمام سیستم موتر برقی و این موتر ما تناتیل است. تناتیل که موتر دیگه موترهای ما ایبرد است، هم برق هم تیل و این موتر ما تناتیل است. بیاین ماشینشان ببینیم، ویلکپایشان دیدیم که ویلکپای خود GWXB است. بیاین دوستان عزیز ماشین موتر هم ببینیم. موتر ما یک ماشین میانه، به اصطلاح یکی ماشین دبل است در فیلدر و یکی ماشین سینگل است و این ماشین میانه موتر که ایر کندیشنش فعال است، ماشینش به اصطلاح هیچ نوع حوارز نداره و گپی که این موتر ما 1 کیلومتر است که دست میزنن، کیلومتر 2 لک کیلومتر 3 لک کیلومتر پایان میره. این موتر ما به شکل قانونی و اصولیش 60,000 کیلومتر چلیده. 60,000 کیلومتر بر یک موتر بسیار نو از ماشینش هم ثابت، ماشین ثابت، گیربکس گیر اتومات و کمک برقی. قیمت از این موتر $8,000، مدلش 2016. بسیار خوب است. بیاین ده عزیز موتر دیگه ما موتر هایبرد است. ای هم همون خصوصیات داره، سیتایش چپا لیدر است، گیر اتومات است و این موتر ما
هم آیورد است هم تیل هم تیل است. هم تیل است. مدلش 2015 است و موتر بسیار شیک، بسیار مقبول، بسیار زیبا که هم تا سرعت 60 از برق استفاده میکنه، بعد از اون از تیل استفاده میکنه. قیمتش هست $8000. بسیار بریم بریم ببینیم یک دورم موتر بسیار مقبول و زیبایی را در معرفی بگیریم که انشاءالله نظیرش نمیگم که نیست، شاید نباشه. من میگم شاید نباشه نزدیک. همین موتر با همین زیبایی و موتر پالو هر دویش یک جور موتر است. بسیار خوب. موتر مورکس است، 2007 مدلش است. یکی رنگ نقطه‌ای، یکی رنگ سفید، کپای شمشیری، ماشینای 6 سلند، گیربکس‌ها گیر اتومات و موترها هر دوش استیکر کابل است. قیمت‌های از این موترهای ما $5500. $5500. بسیار خوب است. خب بریم همون طرف بریم. بریم ایسا. هدایت جان تلفن است. بریم ایسا. خب بین بین موتر دیگه عزیز. که به معرفی میگیریم موتر اکواست، اکوای برقی 2016 مدلش است. از کمپانی GS است. تویوتای اکوای GS اما با آپشن ترین موتر در GS است که موتر چرخ، فرش همش سیاه و موتر پمپرایش نکلن. چون فرق به GS و سادش کن پمپرایش است. پمپرای GS نیکلی است، بیشتر هم نکل است. قیمت از این موتر $7000 است. موتر پالیش یک موتر مورکس با اصطلاح شاهانه. موتر مورکس بسیار زیبا، بسیار مقبول به رنگ سفید، ویل کپای 20، موتر که تبدار است، فول جیل است، ماشین 6 سلنده است، گیربکس گیر اتومات. قیمت از این موتر $6000. بسیار بین بین عزیز. موتر دیگه که با معرفی میگیریم موتر GS است. موتر پرس از کمپانی GS. این هم تا سرعت 60 از برق استفاده میکنه، بعد از 60 از تیل استفاده میکنه. از کمپانی GS موتر بسیار تمیز، زیبا، مقبول، فول آپشن، یک سویچ بورد زیبا، یک گیربکس زیبا، یک سالون بسیار مقبول. موتر که هیچ نچلیده، برنگ تقریبا بانجانی یا سوسنی که استیکر کابل است. مدلش 2013. قیمت از این هم $7000. عزیز اگر که این موتر است. خب در قسمت از این موتر باید بگویم که ما وقتی موترها را به معرفی میگیریم تعریف نمیکنیم، خصوصیات هر موتر میگیم. دوستای ما بعضی کسان نمیفهمم که خدا یار جانشان. خب من مجبور هستم که خصوصیات موتر بگویم و این نیست که ما از او تعریف کنم که حالا اینطور سلام طور خوش کس آمد بخره خوش نامد نخره. موتر ما 6.5 سی است. موتر تانتو نام داره. موتر سیتایش هم میشه که در حالت که آدم درایو میکنه استفاده شه، هم موتر سیتایش تحت خو میشه. موتر تا سرعت 20 کمربندش که بسته نباشه حرکت میکنه، اما سرعت 20 بالا نمیره. وقتی کمربند شما بسته کردین این موتر ایکویش روشن میشه و باز میشه که آدم برق در سرعتی که بخواید از او بدهن. وقتی موتر بریک میکنی گل میشه، خود موتر گل میشه و وقتی که موتر یک سلیتر میتین شما خودش استارت میزنه روشن میشه. ما جالب است که در یک برنامه گفتم خصوصیات از این موتر، یک کسی گفت که این در خارج 20 سال پیش شده، این در خارج 10 سال پیش شده، شما حال میگین شما ما موتر را که وارد میکنم باید در معرفی از او به هموطنان مکمل معلومات بتون خصوصیاتش. موتر دروازه‌اش با سویچ باز بسته میشه. سویچ وقتی میکنیم دروازه‌اش باز میشه، سویچ میکنیم دروازه‌اش بسته میشه. وقتی موتر خاموش میکنیم شیشه یک قاط میشه، وقتی روشن میکنیم شیشه باز میشه. ویل کپ داره، ماشین 6.5 سی است و قیمت از این $4500. بسیار خوب. موتر خب این 4500 امروز به احترام شما بودین لیلام
500 تخفیف $4000 ولی تشکر عزیز. محترم بیننده عزیز به $4000 به اعلام گذاشته شده. به احترام شما گفتین زنده اینا. باشید. موتور دیگه ما موتور بنز مرسدس بنز است، مدلش 2013 بر 14 است که ماه هفتم 2013 است که به حساب موتور فروشا 2014 میشه، هم به حساب قانونی 2013. موتور بسیار با آپشن بالا، موتور بسیار زیبا، 4 سلند، اتومات گیر و گیر، دو نوع، هم گیر است هم اتومات. که آدم میشه که از این هم گیر استفاده بکنه و قسم دلخواه خود، و هم میشه که اتومات درایو بکنه. موتور 4 سلند، موتور چپل ایدر، موتور کاملا جدید، مدلش 2013 بر 14 که پیشتر گفتم که سال تولیدش 7 2013 است که جمع 14 میشه، باز حساب قانونی 2013. این موتور قیمتش $14,000 است. به احترام شما به مشتری خودم 13,000 12,000 11,000 $10,000. بیشتر یک کسی یک دوست ما است که سلام برش میگم از بلژیک تماس گرفته بود، گفتش وقتی برنامه تا میبینیم و کمی که میگی که 4,000 3,000 3,500 3,000 بسیار لذت میبرم. من کوشش میکنم کامنت های منفی را به جایش میمونم. دوستایم از قسم برنامه مرا که میپذیرن با مو شیوه برنامه میگیرم، موتورها رو معرفی میکنم تا باشه هم موتورها معرفی شود، هم یک کمی شوخی و چیز باشه. بریم بیننده های عزیز و این محترم موتورم به $10,000 اعلام شد. بله. خپل دښمن ته د خپل سر کاسه کې وینا کړه. بیننده و عزیز موتور دیگه ما رو که پیشتر و معرفی گرفتیم، اشارهای پشتر از این با دیگه مارکسا فرق میکنه. اشارهای پشتر از این LED است و وقتی که در جادا وقتی که میگوییم دیگه کس نمیگویم که مارکس است یا بنز. بسیار موتور مخلوق، بسیار موتور زیبا و یک موتور با بسیار قدرت بالا، با قدرت بسیار بالا که زیبایی را در در وجودش زیبایی معلوم میشه. ختم است. بیننده عزیز موتور دیگه ما موتور فیلدر است، هایبرید است، 2015 مدلش است، قیمتش است $7,500. موتور دیگه که خالیش است موتور چیموتای 2018 C4 رنگ سفید، پلیت جواسد، یک موتور با نام نشان منطقه به این معنی که در پاکستان 100 لک کلدار است و در ایران 1,000,000,000 تومان قیمتش است. 1,000,000,000 تومان. و ما در افغانستان الحمدلله با قیمت بسیار عادی، با قیمت بسیار معمولی که پلیت جواسد، گیربکس گیر اتومات، یک موتور بسیار مقبول، قیمت از این موتور $12,000 است، 18,000 17,000 16,000 15,000 $14,500. یک چیز دیگر راجع به این موتور است عزیزم که برادر خودم شخصا از این موتور خیلی خوش میاد. ما هم که می آمدم گفتجو میری گفتم میرم با عزیز صاحب ملاقات دارم و ما گفت که همون موتور C4 دفعه ببین که همونش هست یاره این سریل جان موتور همیشه هست. از این موتور ما اتون نیست که ما موتور بار لیلان بکنیم. بله C4 ما تقریبا الحمدلله تعداد زیاد را وارد کردیم و تعداد زیاد را به رنگ سفید، نقره‌ای و جگری و فروش رساندیم و این موتور چندم C4 این سریل جان $14,500. وقتی اشارهایش روشن میکنیم، وقتی چراغایش شب روشن میکنیم، بسیار یک چراغای مقبول. یک چراغ این قسمت روشن میشه و یک قسمت چراغ LED این قسمت روشن میشه. دو چراغ بسیار مقبول رنگ در این قسمت ها روشن میشه و این چراغ بسیار مقبول یکی وقتی که در جاده میره و قسمت بیشتر از این که اگه تصویرش از بیشتر بگیریم زیبایی خاص و یک جذابیت خاص خود در شب و روزی موتور داره. و گپ بسیار مهمه که هایبرید است، تا سرعتش هست از برق استفاده میکنه، بعد از 60 از تیل و موتور کاملا هوشمند است. یعنی شما در پمپرایش میبینید اسگرا داره، سنسرها داره که موتور اگر در پیش روی پیش سر چپ راست موتور میباشه هم در شیشه عقب هم در اسکرین آلارم میته، خبر میته، وقت العمل انجام میده. بیننده عزیز دیگه موتور
موتر دیگه ما موتر پرس است 2011 مدلش است به رنگ سفید. کی موترم یک موتر بسیار خوب، یک موتر 3 پیس است و قیمت از این موتر است 5,500. موتر دیگه ما که موتر مارکس چکو اینا یک اصطلاح بین موتر فروش است که رنگ چاکلیتی را چکو میگن و یک موتر با پمپرهای واتیکا، موتر بسیار مقبول که موتر یک کسی یک وقت چلنج داده بود مرا و ما همین موتر خریدیم و امروز نیلامش میکنیم. 5,500 قیمتش است، 5,500 5,000 4,500 4,000 دلار. موتر دیگه ما موتر چوچعمر یا کراس-رود، موتر بسیار زیبا، موتر بسیار مقبول که 3 سیت داره. دبل ایکو است، دبل ایکو به ما که از یک انرژی 3 بار استفاده میکنه. یک بار که اون خود موتر مصرف میکنه، یک بار یک ایکو، یک بار دیگه ایکو که دبل ایکو است. بسیار کم مصرف، در 100 کیلومتر 7 لیتر تیل مصرف داره و گنجایش 3 سیت 9 نفر. بسیار زیبا، بسیار مقبول، پلیت وسایل کابل. قیمتش 6,500 دلار. خوش مسافرم. بین عزیز. چه بحثی؟ آجی سباحت که یکی از همکارای بسیار نازنین و یک دوست بسیار خوب است که در امیال تشریف آورد. گفتم بیا آجی سباحت هم در برنامه با ما باشد. سلام تمام بینندگان عزیز که ما شما را میبینم. کدایشه و میجه همکار هستیم. کدایشه تشریف نداشتن همیجه بودیم، مال شکر کدایشه با آمدن بود. دیگه مسئله تا پس با کدایشه برش کردن با آمدن. همیشه شما عزت هستین، همیشه شما بازوی هستین، برادر هستین. بودن تا کنار من یک افتخار است برای من. خب اینجا موسیقی موتر فیلدر داریم، فیلدرهای 2005 و 6 با 3 رنگ متفاوت، سیاه، سفید، سیلوری. موترها مدل‌های 2005 و 6 است. قیمت‌های از یا 6,000 دلار. بین بیننده عزیز. قبلا به شما گفتم که به خاطر زمستان و به خاطر اینکه راه سالنگ بند شده بود و دوستان راه شیور و راه پنچه رو دفعه میرفتن، موترهای فیلدر موترهای بسیار خوب است. اینجا ما فیلدر داریم باز به رنگ‌های مختلف، سیاه، سیلوری، طلایی. قیمتایشان 5,500 6,500 و 5,000. بسیار و اینجا باز 4 دانه مارکس بسیار زیبا داریم که مارکس های ما انشالله اتو بگویم که هر کسی که مارکس دوست داره یا داره یا از ما خریده یا موتر ما را از کس دیگه خریده، چون ما وارد کننده و الحمدلله امی مارکس یا زیر دست ما پیر شده یا پیش ما است. مارکس های 2007 2006 و موتر بسیار زیبا مقبول واتیکا، یش هم واتیکا است، پیش هم واتیکا. این دو موتر ما ساده است. قیمتایشان از 4,000 تا به 5,500. موتر مارکس که جایش مرکزش همیشه است. بله که زیبایی میبینیم که در مارکس های ما چیزی کمبود نیست. بله و این موتر چکوی ما که اشارهای LED داره، زیبایی بالکل داره در وجودش هست. معلوم میشه زیبایی در وجودش. اینجا احد جان بیا. اینجا یک قطار موتر تیوتای اکوا داریم. اکوای 2013 14 12 برنگای سرخ، سفید، سیاه با سفید، خاکستری. قیمتایش از 4,000 دلار شروع میشه تا به 7,000 دلار که موتر داخل است. این موترهای ما تا سرعتش هست از برق استفاده میکنه و بعد از 60 از تیل استفاده میکنه. موترهای بسیار زیبایی که نچلیده. و اینجا موترها در بخش دوم موتر سفا بخش دومش است که یک قطار چیز داریم.
موتر سوزوکی سویفت سویفت. برنگ کیلوم داره تاکستری بگیریم یا فولادی بگیریم فولادی سیاه سفید برنگ‌های مختلف هستن. آف وایت مدل های 2012 2011 2014 2011 این موتر های قیمتش از $4,000 شروع میشه تا به $2,600. یک موتر که دیگر حالا باز به احترام شما به لیلام میگذارم موتر که پاسو است که به خاطر معسلین و کسایی که پیسه کم دارن برای یک موتر فامیلی مدلش 2006 استیکر کابل موتر بسیار مقبول که کپ نیست موترهای بسیار خوب. موترهای شما نه در مصاحبه قبلی شما هم دیده بودیم آیسا گفته بودیم موترهایی که در موتر فروشی سخا هست هیچ کدامش کات نمیانه کپ نیست و این را به لیلام میگذارم 2700 600 500 400 300 200 $2,200 لیلام گذاشته شد بهترین یک موتر صنعت استیکر تمام چیز شما داریم اینجا داریم موتر یک موتر که دیگه داریم 2010 که موتر مدل لیلام مانده بودیم اما تنهای موضوعات خواستن موتر 2010 پله 12 منفی 6 قیمتش $5,000 به لیلام بسیار موتر دیگه داریم بعض دوستان میگه که دست افغانستان یا موترهای دست افغانستان است. یک قطار موتر 2007 تبدار اسکلاس پلید منفی 5 قیمت $6,000 موتر دیگه 1996 پلیدش منفی 4 ماشینش هفته ایران به لیلام مگذارم 4,500 4,000 3,500 $3,200 $3,200 بینده عزیز موترم لیلام شد موتر دیگه موتر گاز افغانستان است موتر سلوری تبدار اسکلاس قیمتش $5,500 موتر که دیگه داریم موتر اوندا است سالیتش منفی 4 کیره دیروز ما به فروش رساندیم قبلا لیلام شد به فروش رساندیم صاحبش نمیفهم در ترکیه است در جرمنی است کجاست پیسه روان کرد موتر همینجا است که تازه و موتر دیگه ما موتر لوکسل است 2006 تبدار سیاه قیمتش $5,000 موتر دیگه ما موتر مارکس است مارکس بسیار مقبول رنگ سیاه لیدر سیت طلایی قیمتش $4,000 موتر دیگه ما موتر فلدر است مدلش 2006 است استیکر کابل است قیمتش $5,700 و موتر دیگه ما موتر چینام دارای سپی مارکس است مارکس است 2011 مدلش است 6 سالن ماشینش است گیربکس گیر اتومات و یک موتر بسیار مقبول این موتر هم به لیلام میگذاریم 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 $4,500 به لیلام شد دوستای عزیز 2011 $4,500 دوستای عزیز کسایی که مارکس دوست دارن یک مارکس معرفی میکنم براتون که انشالله نه رنگش تا بالا دیدین و گپی که رنگ نشده نه رنگش دیدین نه به این آپشن انشالله موتر تا بالا در افغانستان کسب شده و این دوستای عزیز که داخل موتر ببینیم آپشن زیبا اوتوکار ترکاف فینگر استار و یک موتر بسیار زیبا بسیار ثابت بله این کپای شمشیری و دوست ما یک تصویرشان ببینن بهم بینده عزیز که واسه سه موتر مارکس از بیرون یک بار معرکت نگاه از بیرون موتر یک موتر بسیار عالی یک سویچ بورد بسیار زیبا و گپی که این موتر داره دست نخورده دست به این معنی که شیشهش تبدیل نشده سویچ بوردش دست نخورده
سیتش دست نخورده، رنگ نشده و موتر یک موتره که حالا من برای شما نشان میتونم که موتر خوب چه قسم یک رفتار داره. افسوس یک مشکل است که ما در کابل سرک نداریم و موتره که بخواهی که ازش لذت ببری دو بگردی سرک نیست که یک بار موتر معلوم شود که کدام موتر است کدام موتر است و هر کسی با هر موتر میشه که در شهر کابل گشت و گذار بکند، اما خداوند روز را بیاره که افغانستان بخیر جور شود، سرکایش جور شود، امکانات جور شود. ما الحمدلله در افغانستان داریم سرکای بسیار استاندارد، سرکای بسیار خوب، اما تعدادش محدود است که هدف معزی بود که این موتر ما برای شما نشان بدم که موتر خوب چه قسم یک موتر است. موتر تو در یک نقطه ات 20 چرخ میخوره، یعنی مقدر یک قدرت داره و طفل هم در سرک است، پیاده رو هم در سرک است و در ظرف یک ثانیه سرعت صد پورا کرد، در یک ثانیه سرعت صد پورا کرد و باز شما هم که متوجه باشین یک جایی که من بتانم که سرک فرصت باشه خدای نخواسته من حیات کسی را یا حیات خود ما را به خطر نندازم، من سرعت از این موتر نشانتان بدم، قدرت از این موتر نشانتان بدم که موتر خوب یعنی چی. قانون ترافیک جاده است که وقتی که در جاده حرکت میکنین نه خودتان و نه هموطنان و نه کسایی که در اطراف محیط زندگی میکنن اونا رو شما به خطر نندازید. حالا ما به خاطر از اینکه موتر را نمایش میدیم خدای نخواسته سبب یک حادثه میشیم دیگه انشالله در یک جایی که بسیار خوب باشه ما براتون نشان میدیم که در یک ثانیه سرعت از این موتر رو ببینید که چقدر سرعت داره. قدرت موتر یعنی چی؟ موتر خوب یعنی چی؟ ببینید بیننده های عزیز سرک های کابل از بیروبار زیاد دارن، ما در فرصت هستیم که تا بتانیم و شما موتر درست نمایش بدیم. ګران افغانستان په پرمختګ درسو مونږ به د خپل وران ویجاړ وطن ودانو. ما در این سرک آمده بودم فکر کردم که شاید این سرک فرصت باشه، اما خدا را شکر که وطن ما آرام است و این دوستا باید ببینن زندگی ادامه داره، مردم کار میکنه، مردم زندگی میکنه در کنار تمام مشکلاتی که در افغانستان است، اما زندگی الحمدلله ادامه داره، مردم زندگی میکنه، مردم میگرده، مردم موتر سوار میشه، مردم آزادی خدا داره دیگه. الحمدلله خدا را هزار بار شکر که ما میگه که خداوند در بین برادرها آدم بی اولاد نسازه، در بین بچهای کاکا بی ادب نسازه، در بین مردم خدا بی بچه کاکا نسازه، در بین مردم باز خدا آدم بی قوم نسازه، در دنیا آدم بی مردم باز. اگر در این شهر برایم در این قسمت بیاییم که هیچ کس نباشه برای ما یک تشویش پیدا میشه که چی گپ است که کس نیست، چی مشکل است. و خدا را شکر مردم است، زندگی است، هر کس دمو زندگی خود ادامه میده. این شما ببینید که صاف کنم قید بکنیم د دښمنی سر تر سره ګلوري نه آدم میشه که ببینه که قدرت موتر در چی هست، رفتار موتر و کدام موتر است. موتر مورد که جوانان دوست دارن به علت نیست که دوست دارن. برای شما میبینید که در یک ثانیه سرعت 100 در یک ثانیه
خودتان دیدین بینده های عزیز موتر در یک بازم اگر ما یک جای را پیدا بکنیم یک محل باشه که خدای نخواسته خطر نباشه ما بر شما نشان میتونم فقط فکس یگان کس لاف و پف و چیز است ما عملی نشان میتونم ساعت قید بکن 1 ثانیه سرعت 100 پوره نکرد هیچ 1 ثانیه وجود باندې درانه درانه جنگونه دي تیری پر وجود باندې درانه درانه جنگونه دي برامجا مستوی موتر بازه بخواه شوی پر زړونو د توفونو گزارونه دي گپ دیگه که پرده موتر شما بیشتر رو بگیریم پرده موتر برقی است پر سینه باندې تر اوسه پرده موتر دي پرده موتر این برقی است و سیستم موتر کاملا برقی است سلام ایسا جوری چه دی؟ دا څخه موتر فروشی موتر په نمایش راغلی موتر نمایش راغلی چه کار کارت در چیز است در کارت هیچ صدا ندارم لخر د سولیو د مینې د دوستۍ ورونو مونږ لخر د سولیو د مینې د دوستۍ ورونو این همینجا جبه که برام دو موسا در قید اینی را میگن موتر دوستا هموطنا انشالله که موتر خوشتان آمده باشه و تانسته باشه یک موتر خوب ره برای هموطنای خود انشالله قسمی که شما دیدین بینده های عزیز موتر سرعتش من فکرم شد پیش از اینکه 1 ثانیه پوره شد حاجی صاحب در صد رسید اصاب تیر شد تیر شد اصاب تیر شد تیر شد. بله. مونږ به د خپل وران ویجاړ وطن ودانوو دیگه دوستای عزیز موتر انشالله موترهای دیگه ما در بیرون آمد امیدوار هستم که یک برنامه خوب و برنامه حالی را ثبت کرده باشیم شماره تلفن ما 0780 76500 0790 76500 و آدرس موتر فروشی ما نمایشگاه موتر فروشی سخا چهارراهی سرسبزی منزل اول محل شام پاریس. شام پاریس بسیار خوب حاجی صاحب. در قدم اول تشکر میکنیم از حاجی صاحب که با ما یک برنامه ثبت کردن. بسیار تشکر و به خاطر ما به احترام ما چند مدر به اعلام گذاشتن. باز هم تشکر میکنیم از حاجی صاحب. و در آخر از حاجی صاحب میپرسیم که پیام حاجی صاحب به دیگه تجارای ما، به دولت ما، به بیننده های ما چی است؟ امی هر تجار ما حاجی صاحب حاجی صاحب رئیس اتحادیه تجارا و دکاندارای مندری کابل است که به اصطلاح رئیس کل تجارای همین کابل حاجی صاحب پروانی است که افتخار داریم در پالی ما همیشه در موتر فروشی در کنار است. ما یک هدف داریم، هر تجاری که میخواد برای مردم افغانستان خدمت بکنه نرخ پایان
مال خوب با کیفیت بهتر برای هموطنان عرضه عرضه. کنم. آقای صاحب شما هم یک پیام. از پیام شما چی است حاجی صاحب؟ حاجی صاحب بزرگوار خود در این شرایط سخت که کلگی از وطن رفتن، کلگی وطن ترک گفتن رفتن، در این شرایط که سرمایه گذاری میکنند در این وطن که نام خدا بهترین سرمایه را دیجا سرمایه گذاری کردن به خاطر از اینکه با وطن یک کاری بکنند. با خودش که ماشاءالله همه چیز شکر داره، از این چیز ضرورت فعلا نداره، نام خدا بچایش از خودش است. با خارج هر نوع برش مهیا بود که خارج بر از وطن بگندگی وطن، به خاطر وطن، به خاطر آبادی وطن، به خاطر که برای همیشه هستیم، از این وطن هستیم، همیشه باشیم و با دیگر دوستایی که از وطن رفتن بر از اونها نظر مامی است که بیاید در وطن خود کار کنه، زحمت بکشی، وطن خود ما و شما باید بسازیم. تجارای ما باید در این عرصه حتما قدم و کمک بکنن، مثل که صاحب سرمایه گذاری میکنن، دوستای دیگه هم بیان در این وطن سرمایه گذاری بکنن. وطن خود ماست، جای خود ماست و با موفقیت بیشتر برای ما آرزو داریم که شما و حاجی صاحب به موفقیت‌های بیشتر برسید. زنده باشید. زنده باشید. خوش آمدید. تشکر. هر بار زنده بیاید ما باشید. در خدمت. زنده باشین حاجی صاحب. زنده آمد باشید. زنده باشین حاجی صاحب. بیننده های عزیز، این بود گزارش ما از نمایشگاه موتر از سخا و خودتان دیدین که ما با حاجی صاحب صحبت کردیم و چند دانه موتر هم برای ما بر اعلام گذاشت. باز هم با ما باشید بیننده های عزیز تا ویدیوهای بعدی. چینل ما را لایک و سابسکرایب نموده و زنگوله را فشار دهید تا